تنگاوا هرمزه نها خلاص سرکه یا آلوزیا دناورا امریکا و ایران ده. سرک امریکا دونالد ترامپ به آوایی که اشکره آنی زمان کوی چاو بردای هرمزه و گود پشتی تکبرنا ایران ده تنگاوه وکی خاک امریکای راگینه. تهران جی جوان گوتنین ترامپ عاجز بویا و به نرازیبونان بشوازی کرد. اف تنگاف نها یک جمجارین هری گرمیین دناوبرا واشنگتن و تهران ده. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. سروک دولتین یکبوین آمریکای دونالد ترامپ دا خفتنا خویا لنیویورک ده گوت پشتی کو ایران به تمامی دیگ ببه و تنگاو هرمزه وکه خاکا آمریکای راگینه. ترامپ هر وها ادعا کرد که آمریکان ها کنترل تنگاوی ده دستی خود دیگره او بی دستورا و کشتین بازرگانی نکارن در باز ببین. ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان ایران برسوا ترامپ دا. جیگری وزیر درو کاظم گاریبابادی گوت تنگاوا هرمزه و یا ایرانی بمینه. وکرن آنگرتنا و تنه دبن دسترالداریا ایرانی ده. تهرانی هر وها دیار کرد که اوجه گف و هیزین دولتین یکبوین آمریکایی ناترسن. امضای رسمی اون وزیر دروی ایرانی عباس عراقچی راگاند که تهرانی هم بریار ندایا که دانستاندنین راست به دولتین یکبوین آمریکایی را جنوب دست بکم. لگوری وی پیامین که بنابین کاریا قطر و پاکستان تین مشاندن و که دانستاندنین فرمی ناین حسباندن. تنگاوا هرمزی جبو بازرگانیا انرژیا جهانی خودی گرینگی که استراتژیکه. جدسپیکا شری ناوبر آلیان و حتی نها یک جخالا هری زیده بالیکشاندیه سرخویم. Finish defeating Iran, which is being very badly defeated. ترامپ دا آخفتنا خود جگل آمریکای خواست که جبو داوکرنا شری لدیج ایرانی آمده با که نرخ بنزین زیده تر ببم.